برادر. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. حضرت سوزی خوبین؟ حضرت اینمی از سوالی کمتر باروی خودم نافهم هست همراه گفتم از شما شکنم. ما در و چیزی توحید خواندیم که حضرت تمامی میگویند تمام انسانیت به ربوبیت الله ایمان داشتند. وقتی که همین را من خوندم با خودم خیلی سوال پیدا شد که اگر تمام انسانیت به ربوبیت الله ایمان می داشتم، نمرود قطعی فرعون مقصد که به تمام انسانیت همچون من رب شما هستم گفته بیان میکردم. همین رحمت. تمام انسان ها به توحید ربوبیت ایمان داشتن شرط نه، یعنی بعضی بودن آدمایی که به توحید ربوبیت هم ایمان نمی آوردن، ولی مردمی مکه مشرک بودند و به یگانگی الله تعالی باور داشتند در خالقیتش که آسمان و زمین را آفرید. در نص قرآن آمده است اگر آنها را بپرسی که آسمان ها و زمین ها را کی آفرید، میگفتند که الله. اگر آنها را سوال ده که رزق دهنده کیست، میگفتند که الله. آخه برای چی در عبادت غیر او را عبادت میکنید؟ بعد پیامبر الله تعالی امر کرد که سوال کنند و وقتی که به سرشان مشکلی می آمد الله را عبادت میکردند. تینجی آرامی باشد بت‌ها را عبادت میکردند. به عقل خودشان شریعت میکردند، میگفتند که آخه برای چی شما این هیکل ها را سنگ ها را عبادت میکنید؟ میگفتند که اینا چیزایی است که گناه کردگی نیست. تو سنگ گناه ندارد، درخت گناه ندارد، ما اینها عبادت می‌کنیم تا اینکه اینها لیقربونا الی الله زلفا، ما رو به الله تعالی نزدیک کنند، اینو واسطه شود برای ما. میگفتن اینا چیزای بیگناه، مخلوقای بیگناه به نزد الله واسطه شود بین ما و بین الله تعالی در آمده ما رو، یعنی که شفاعت کند. حالا اون برای الله تعالی واسطه لازم نیست. ما از کجای دنیا باشیم، به کدام زبان باشیم، شب است روز است، الله تعالی خواب نمیکنه، الله تعالی مشغول نیست از ما، یعنی او مشغول هست. کل یوم هو فی شأن، هر روز الله تعالی کار میکند، دعای این را قبول میکنه، فلانی را وفات میکنه، فلانی را لعنت میکنه، فلانی را رحم میکنه، فلانی را بیمار میکنه، فلانی را شفا میده. الله تعالی مشغول هست، کار میکنه. کل یوم هو فی شأن در سوره الرحمن بود که هر روز الله تعالی در کار است. لیکن خیر نه که من بند گوید، من مثلا من از اینجا گپ زدم، من نمیتونم یک آدم قبول کنم و قطعی وای گپ زنم. ما مخلوق هستیم، ما یک تا کار کرده میتونیم، یکی بار دو تا سه. الله تعالی میتوند همیشه وقتی که دعا کنید الله قبول میکند و میشنود و میبیند. برای الله تعالی واسطه در کار نیست. اینو قیاس کردن الله تعالی رو با مخلوقات، گفتن که چه خیلی که به پیش پادشاه‌های و سلطان‌ها مباشرتا در آمده نمیشد، یا آدمی که به وی نزدیک است باید تو در آمده معرفی کند و باید که آدمی خوب است، نه رحم کنه، نه عفو کنه، یا این شفاعت میکردن که به این یگان چی تید گفته. خب این به الله تعالی این چیز در کار نیست. الله تعالی میدوند همه چیز را. اینا برای الله تعالی رو به پادشاه‌ها و سلطان‌ها قیاس کردن، این قیاس خالق و مخلوق است، این باطل است. این اصل منشأ این گمراه ها از همینجا منشأ گرفت. اما فرعون هم الله تعالی در ربوبیتش باور داد. الله تعالی در سوره نمل آیه 14 گفت که وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها، الله تعالی رو انکار میکردند، واستيقنتها انفسهم، لیکن در قرارات قلبشون میدونستند. مستيقنتها، در قرارات قلبش عمیق میدونست که الله هست. و برای چی این کار میکرد؟ ظلما و علوا، همچون ظلم و همچون بالا روی، همچون زیاده روی، سرخم نکردن. از همین جهت اونا در قرارات قلبشون ایمان داشتن. من شیطان از همه آدمی، از همه جنی که ابلیس رأسی شیطان ها، مثال به گمراهی فرعون هم شریک است، به گمراهی تمام آدما شریک است، چون قسم یاد کرده بود که من فرزندان آدم علیه السلام گمراهمونم تا میتونم اینهای دوزخی کنم همراه خودم. از جمله به فرعون هم دست دارد. این به ربوبیت الله تعالی ایمان دارد.
قسم هم خورد به غیر الله تعالی قسم نمیخوره. فبعزتک، قسم به عزتت، به بزرگیت ای الله من اینو گمراه میکنم. الله هیچگاه شیطان به نان و به کوه و به درخت و یگان چی قسم یاد نمیکنه. اگر قسم یاد کنه به الله قسم یاد میکنه. ایمان داره. مشرکان مکه میخه بودن و الله تعالی قسم یاد میکردن، اگرچه به بت‌هاشون هم سوگند یاد میکردن. عمران ابن حسین پدرش پرسیدن که کم اله تعبدو، چند الهی را عبادت می؟ گفت 70. کدام ها؟ گفت 6 تا در زمین، 1 تا در آسمان. گفتن که کی ایناش عبادت می، کی اونشه؟ گفت که اگر تینجی امانی باشه این 6 تا اذیتای بیزیب و سهولتای تنگ باشه ولون میشه. گفتن که این 6 تا ترک کنم، 1 تاش عبادت کنم. کی اسلام قبول کرد؟ یعنی توحید ربوبیت هستن آدمایی که به توحید ربوبیت نه اینکه آسمان و زمین کی آفرید، گوی طبیعت آفرید میگه. یعنی این کاری بودنی الله اونو میگه، یعنی نمود در بیرون عالم یک قوه هست میگن، یعنی قوه نامیده نمیشه، ولی الله نامیده میشه، ولی اله نامیده میشه، معبود حقیقی الهی یگانه نامیده میشه. ناموش هم تغییر میدادن. یعنی کمونیستای متریالیستا میگفتن که در بیرون عالم یک قوه هست. میگفتن واقعا الله تعالی در بیرون عالم است. الحمدلله رب العالمین، حمد پروردگار که پروردگار عالمیان است. والعالم كل ما سوى الله، عالم هر چیزی غیر الله عالم است. جنت هم عالم است، دوزخ هم عالم است، عرش هم عالم است، فرشته ها هم، جن ها هم، آدم ها هم، همه عالم است و الله تعالی در بیرون عالم است، پروردگار عالمیان است جل جلاله و تقدست اسمه. نو میگفتن که در بیرون عالم یک قوه مؤثر هست، تاثیرگذار. میگفتن به همین اسلوب. لیکن در قرارت قلب همه ایمان به ربوبیت هست، یعنی به یگانگی الله تعالی. چون این فطرت طبیعتا آدم مخلوق که هست، یعنی که طبیعتا میداند که و یک خالقی دارد، یک سازنده دارد. اگر مرادتون دیگر چیز باشد میتونید پرسید، صراحتا جای نافهموش پرسید.